خداوند شد دوست دارین اکا و داری کنین خشتاوری کنین که میبینین هیچی نیست این دنیا، هیچ کلمه برای دنیا میگه یک کفن با هم نصیب کنه. میگه بعد مرگم در سر قبرم سنگ مرمر و قیمت خواهم چکار، دسته گلهای زیبا و قشنگ خواهم چکار، خنده ات را میخواهم برایم بخند امروز، بعد مرگم گریه و ناله و فغانت خواهم چکار. میگه بعد مرگ دیگه نره سنگ مرمر نمون، سنگ قیمت نمون، بعد نره گلوی دستای گل نشنون، ارچه نشنون، مرا خوشنون چی نکن. میگه من همین مستقیم خوب گوزه بخند سینم نگاه که بود بخند، چرا طرفی من قرار میگیری، چرا طرفی من میزکی؟ بعدی که میمرم قدر منم میدونی، بعدی که میمرم بعد گریه و ناله میکنی که دیگه هیچ فایده ای نداره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على نبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ای الله، فضل تو حاجت روا، جز نام تو نامی کسی نبود روا. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جماعت المسلمین، خداوند منان را شاکر و سپاسگزاریم که بر ما و شما توفیق داد این فریضه بزرگ را، یعنی نماز عصر را با جماعت ادا کردیم. دعا کنید خداوند کریم نماز خواندگی ما و شما را به درگاهش قبول بفرماید. عزیزان ما، امروز شاهد جنازه اکای رحمتی عمر استا که در بینال زندگی میکرد، اکای نی رحیم سوارچیک، خدا رحمتش کنه. ما و شما اکای استا را خوب میفهمیدیم، یاراش دوستان همه خشتواراش جمع شده محلش. ما بچه یاش بودیم، خدا رحمتش کنه. جوانی جسور و جوانی بغیرت بود، نومش با خودش مستحق بود، عمر نوم داشت، عدالت میکرد، گردن نمیداد وقتی که برو زوری میکردن یا که یگان چیزی ناحق میگفتنش، وردک بناموس بود، خدا رحمتش کنه. با دست رزق روزیش با عرق جبین، با مهنت حلال، حضرت داوود علیه السلام که مهنت حلال میکرده، با عرق جبین رزق روزش میافته، خدا رحمتی هم خیلی بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا يموت مؤمنا الا بعرقة جبین، او کما قال، مؤمن نمیمیره مگر با عرق جبین. انسانی که با عرق جبین رزق روزی میآورد همون مؤمنه، همون مؤمن میمیره. انسانایی که حیله میکنن، انسانایی که دزدی میکنن، ای ترازو میزنن، سری مردم کلا میمونن و مالش بالا میکنن، فریب و حیله میکنن، او مؤمن کامل نمیمیره. خدا رحمتش کنه. چندی ساختمان‌ها رو همینجا کدگی بچه‌هاش دیگه ساختمان‌های همینجا خدمت کدگی. اینقدر نفس نداشت، قدرت توان میفتی همیخه میکرد. می اومد اگر کار میداشت با می اومد دوستای را یاد میداد که این خیلی که یاردم و کمک بود. که الله سبحانه و تعالی میگه: بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یحب المحسنین. خداوند نیکوکارا را دوست می‌دارد. نیکی میکرد، با چهره خندان بود، شوخ بود، خدا رحمتش کنه. اینقدر انسانی بود که کینه و کبر نداشت، با کلان و میده خاکسار و تواضع داشت. هر کس در خدمتش رسیدگی بود انشاءالله دستی پر میرود. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 185 میگه: بسم الله الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار فقد أدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى میگه: كل نفس ذائقة الموت. هر یک نفس مرگ میچشه. چخیلی که امروز که عمر چشید، هر کسی، هر مخلوقی، چه حیوان باشه، چه انس، چه جین باشه، چه خزنده و پرنده گزنده حیوان باشه، همین نفس داشته باشه، یه روز نه روز مرگ میچشه. که رسول خدا در ربط همین آیت گفت: ان الموت کأس
كل نفس شاربها والقبر باب كل ناس داخلها او كما قال. گفت مرگ یک لیوان آبه، چخیلی که ما تشنه میشیم او میخوریم، مرگ هر یک تمون میچشیم. قبر یک دروازه که هممون داخل میشیم، چخیلی که وزی میبریم اکی اومده در قبر میمونیم. و دوام میآید میگه کسانی که اجر کردن، عملی صالح کردن، کاری خیر کردن، دست یتیم و مسکین گرفتن، خدمت مردم محل کردن مثل اکی اومد. و انما توفون اجورکم یوم القیامه. خداوند کامل اجر شما تعرفه کرد. یک کسی پیاله چای داده، یک کسی خدمت کرده در تویش، یک کسی در مرگش خدمت کرده، یک کسی رفته کریشش پوشونده، یک کسی دیوالش چی کرده، هر کاری نیک، نماز و روزه و حج کرده کامل میگیره. خالق در نومش بمبرم ای مخلوق هم تا فرق میکنه که خوبی را فراموش نمیکنه. انشالله کامل میگیره. و ادخل جنت فقط فاز فمن زحزح عن النار، خچه آتش دوزخ دور میکنه، داخل جنت به سری بلند میدره انشالله. و مال حیات دنیا الا متاع الغرور. این دنیا میگه یک پارچه بیهوده، هممون میریم با نوبت میریم. هر وقتی که امروز رحیمی داداش گریه میکنه میگه مریض بود اپیراسیون کردن دلش، قلبش اپیراسیون کردن، یک سال بود مریضی کشید، او یه چی بهانه میشه وقت که بوچید هم خمیره یک سبب میشه. پس عزیزان من، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يموت احدکم الا يحسن بالله الظن او كما قال. هر یک شما میمیرین امر کرد گمانی بد به الله نکنین، گمانی خوب کنین که الله کریمه، الله غفاره، الله ستاره، الله بخشنده، داخل جنت میکنه انسان. الله سبحانه و تعالی در دنیا دو نوع مردم آفریدگیه. یکی مردم مسلمان مومن، یکی ما و شما الحمدلله که در خانه مسلمان کلان شدیم، این کلمه ما نصیب کرد. دویم کفار و مشرکین، کفاری که ایمان نیاوردن به الله و رسولش. مومنین کی هستند؟ ایمان به الله و ملائکه، به کتبش، به رسول الله، به گفتهای رسول خدا عمل کردن، او مومنن. الله در همه جای قرآن، از اول قرآن تا آخر قرآن میگه من بهشت برای مسلمان ها آفریدم، مومنا داخل جنت میشوند، کافرها داخل دوزخ میشوند. یگان مومن مسلمان داخل دوزخ نمیشه. مومنی که گناه میکنه مولای صاحب، مومنی که سوال میشه، مومنی که دنبال فسق و فساده، گناه کرد، خطا کرد، اشتباه کرد، شیطان منحرفش کرد، منصرفش کرد، در گردنش کشال شد، الله ناامید نشید. الله خودش میفرماید در سوره زمر آیت 53-54 بسم الله الرحمن الرحیم قل عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. صدق الله العظیم. قل بگو ای محمد، بندگان ما که اسراف کردن، خطا کردن، شیطان فریبشان داد، مرتکب گناه صغیره کبیره شدن، دریا واری گناه کردن، برگای درخت واری گناه کردن، سنچیل روی زمین، خاک و خمی روی زمین قطعی گناه کردن، از رحمت من امید نشد. شیطان فریبشان داد. چرا؟ این الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند میبخشون. توبه کنن، استغفرالله بگن، برگ بیادن، پشیمان شون، میبخشون شون. چرا؟ ما بخشنده و مهربانم. انه هو الغفور الرحیم، خدا بخشنده مهربانه. انشالله مؤمنان الحمدلله همه در جنتن. در ربط امی آیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، ابو هریره رضی الله تعالی روایت میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من امتی الا بعضها فی النار و بعضها فی الجنه الا امتی فانها كلها فی الجنه او کما قال. سبحان الله. میگه هر یک امت بعضیش در دوزختن، بعضیش در جنتن، لیکن امتی ما همگیش در جنته. میگه در نوم رسول خدا بمبرم صلوات بگید. این رسول خدا را ما را یک نعمت معجزه آفریده، رسول راهی کرده خداوند برای ما یک رحمت العالمین که ما را نصیب کنه، نمیگذاره که ما دوزخ بریم. دلیل همین که چرا همه مسلمانان در جنتن، الله اگر اهل علم همیجا باشه، این مولویم بگه کسی علیمه اگر از قرآن خبر داشته باشه، آیات‌های قرآن، اهل علم و فرهنگ و اهل علم و معرفت باشه، ای اول قرآن ای سوره بقره تا سوره ناس آمدگی که در یگان جو گفتگی نیست مسلمان ما دوزخ میبرم، فقط گفتگی کافران ما دوزخ میبرم. در سوره کهف بسم الله الرحمن الرحیم یک دلیل
برای مسلمانان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. صدق الله العظیم. آخر سوره کهف میگه کسانی که ایمان آوردن عمل صالح کردن در جنت الفردوس میبرم، همیشه میمونن، نمیخواهند دیگه درون برویان. این یک دلیل. دوم دلیل سوره آیت کلام الله دم میگه که بسم الله الرحمن الرحیم وعده میده مسلمانان را، زنای مسلمان، مردم مسلمان. بسم الله الرحمن الرحیم وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکین طیبة فی جنة عدن و رضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم. میگه وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنت تجری من تحتها الانهار. وعده میتونم که زنای مومن، مردای مومن، الحمدلله ما و شما خانواده عزیزمون داخل جنت میشوند. او جنتی که مساکین طیبة فی جنة عدن، زمینش هم پاکه. میگه اگر همین یک خاک جنت ای قاکش بگیری در بیرون پارتوج، بیرون همه بوی خوشبو میگیره، مشک انبر ده میگه خوشبوه. میگه عدن همیشه میمونه خالدین فیها، هیچ وقت اینجا بیرون نمیشه. جای تاب میگه خداوند راضی آنها عملی کردن که خدا را راضی کردن. ذالک هو الفوز العظیم. این بزرگ فضله که خداوند برای مومنان گفته. سوم سوی خیلی آیات زیاده که من سه چه امروز مطالعه کردم برای شما گفتم که وقت کمه. در سوره بینه میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. سوره بینه کسانی که ایمان آوردن عملی صالح کردن آنها گروهی خوبن. اونها را خدا چی جزا میده؟ جنت در نزد خداوند میتشون. خداوند در همیشه در جنت میمونن، ابدا نمیبروین دیگه. خدا از بر راضیه. خدا راضیه که جنت برای بولا چیکار کرده؟ آماده کرده. این خیلی آیت عزیزان من بسیاره، چند جدا میگه مؤمنین داخل جنت میشه. مؤمنین داخل الحمدلله قرآن همی تفسیر کرده، قرآن ترجمه کرده توسط پرزیدنت محترم و امام شهر الرحمن خدا برکت گذاشتگان شد. 90 سم بود همیشه سر خیر رو بینیم. یک طرفش عربیه، طرفش کریلیکی ترجمه شد. شما همون بخونین فرزنداتون رو بتونید بخونین، همونجا گفتگیه که مومن دیجا میره و مومن هیچ وقت دوزخ نمیره انشاءالله. آمین بگید. خدا خداونده ما و شما رو داخل کنه. این دوزخ برای کفاره. چرا؟ کفار با همین سوره بینه میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. مؤمنان و کافران اهل کتاب مشرکین داخل دوزخ میشوند، آنها گروهی بدند، اونا در عذاب برای اون نازل میشوند. دلیلش چه؟ سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. سوره بقره رو میدونید، بعد آل عمران همونجا نگاه کنید. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. همان کافرها برابر که بترسونی نترسونی روز قیامت اونا ایمان نمیارن. چرا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. چرا قلبشون نور زدگه، در گوششون زر برفتگه، نمیشنون از اونا حق نمیشنون، چشمشون در پرده گرفتگه، رای مسجد نمیبینن، قرآن نمیبینن، حق نمیبینن. ولهم عذاب عظیم. آنها در عذاب سخت گرفتارند. پس عزیزان من الله سبحانه و تعالی ما و شما را خلق کرده، انشاءالله ناراحت نشیم. بیاین مسجد، انسان خوب شین، محسن شین، نیکوکار شین، جنت میریم. الله میگه با شما و خداوند گمان خوب کنید که الله کریمه. انشاءالله دعا میکنیم حضرت سفر داره، دنیای فانی را سفر میگیره و دنیای باقی میره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ الدنیا فاتیتون و الاخرت باقیتون. دنیا فانیه، همه میره و آخرت چیه؟ باقیه. نگاه کن ای صاحب گذران که هست دنیا گذران. این اکای اومد دینه میگه درست در پیش دومی اکای شمشتک میگه شوخی کرد گپ زد. کی میگه که این روز چیه؟ مهربانی کنین، یک دیگر فهمی کنین، آدمای بزرگ باشین، آدمی باشین که فخری همین ملت و وطن و فخری همین ناحیه باشین.
فقط هم کوچه‌تون باشه. یک آدمی بود که در خانه‌اش 100 کس حاجت کرد میومد کارش بود می‌کرد. هر کسی که حاجت انسان در همین دنیا بود کنه خداوند حاجت‌های سختش در آخرت بود میگه. این حاجت‌ها با پول و مال و با کار بود میشه، آخرت سخته. لیکن تو در اینجا حاجت بود که خداوند حاجت‌ها قبول میکنه. میگه شاید که گر بزرگ بمیرد تنش رود زیر خاک. در تاریخ اهل بشر، در تاریخ اهل بشر نامش بماند پاک. دیگه همه میبرن بزرگ، یک آدمی بزرگ میبرن تنش میبرن تای خاک میکنن. لیکن در اهل بشر، در پیش مردم در زمان او آدم نومی پاکش میمونه. چی میگنش؟ ماشاءالله این بود، ماشاءالله انسان خوب بود، ماشاءالله این خیلی کرد، راه را بود کرد، ماشاءالله کارهای خیر کرد، ماشاءالله چی کرد. بزرگان را همه وقت میمرن چون نیکی نامشون در زبان ها چی میکنن؟ میمونن در زبان مونه نامی پاک. بعد این بودنش میگن. بعد این بزرگان عزیزان، بزرگان ما شروع که پدر مادر اکل دو دار اول بزرگ هم میان، عزیز هم میان. اول همین پدر مادر برادرات خواهرات دوست داری که اتفاق کنه، گپی بلند نزن، خرشون نکن، چیزی گفتن خواب بگیم چرا غنیمته میروه، هیچ که نمیمونه. این رفت همین دودرش دو بچهش در همین کسلیش خدمتش کردن، در زندگیش گپاش گفتن پشیمون نمیشه. یکی اگر روز رحیم میگفته باشه، خفش کرده باشه، ناراحت کرده باشه، زیب میشه، روز پشیمون میشه. بچه‌ش هم همین که اگر گفتش نگرفته باشه، پیش آوازی بلند کنی گپ زده باشه، میره و میسوزه. اکی رحیم میگه، حالا دارم میگه، اکی زبونی اکی رحیم میگه. اتفاق شد مهربان شد، دوست دارین اکا و داداری کنین، خشتاباری کنین که میبینین هیچی نیست این دنیا، هیچ کلمه برای دنیا میگه یک کفن با هم نصیب میگه. بعد مرگم در سر قبرم سنگ مرمر و قیمت خواهم چکار، دسته گلهای زیبا و قشنگ خواهم چکار، خنده ابرو میخواهم برایم بخند امروز، بعد مرگم گریه و ناله و فغانت خواهم چکار. میگه بعد مرگ ما دیگه نره سنگ مرمر نمون، سنگ قیمت نمون، بعد نره گلوی دستای گل نشنون، ارچه نشنون، مرا خشنون چی نکن. میگه من همین مستقیم خوب گوزه بخند سینم نگاه که بار بخند، چرا طرفی ما قر میگیری، چرا طرفی ما میزکی. بعدی که میمرم قدر منو میدونی، بعدی که میمرم بعد گریه و ناله میکنی که دیگه هیچ فایده نداره. پس عزیزان من دعا کنید خداوند کریم پروردگار که عمر صفحش نیک گردان در این مصیبت اهل بشر، خصوصا همسر دوسترای مهربان بچه‌ها برادر خواهرش اهل بشر صبر و جلی کامل نصیب گردان. شبی اولش سخته، سوالی ممکنه نکرد و سوال کنه در نامه اعمالش کتابت می‌گردن. دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در هر جنازه میکرد همین دعا را میکنیم، آمین میگیم. اللهم اجعل قبره روضة من ریاض الجنه. پروردگار قبرش از باغ‌های جنت بگردان. ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. خدایا قبرش از آتش دوزخ مگردان. چرا که رسول خدا گفت قبر از دو حالت خالی نیست، یکی باغ جنت، یکی آتش دوزخ. خدایا قبرش از باغ جنت بگردان، آتش دوزخ نگردان. پروردگار اللهم اجعل حسابه حسابا یسیرا. خداوند کریم پروردگار حساب و کتابش آسان بگردان. اللهم افتح علينا ابواب الخير وابواب النعمه وابواب البركه وابواب القوه وابواب الصحه وابواب الرزق وابواب الجنه. اللهم انك على كل شيء قدير. خدایا بر ما و شما، بر گذشتگانمون، بر پروردگارا دروازه‌های خیر و نعمت و برکت و هدایت باز بگردان. آمین بگید. خدایا تنی صحت دلی بگم خاطر جا قوت و صحت سلامتی رزق و روزی جنت الفردوس دروازه‌هاش روی بگردان برای ما. خدایا چرا که تو به هر چه قادری، خدای پروردگار هر چی تو بخوای اون میشه، هر چی ما خواهیم میشه. چرا که الله خودت فرموده ای و ما تشاؤون الا یشاء الله رب العالمین. هر چی تو بخوای اون میشه. هر وقت عزیزان من دعا کنید که جنازه ما و شما رو بردارن، مثل انمی اکای عمر با عزت با آبرو در دکان در پیش و چهره فرزند و پدر بین خلی جنازه های با عزت با آبرو در تنجی و امانی بریم گور کنیم و در سرمت سوره تبارک بخونن. ملا دعا کنیم خدایی نکرده که ما دیدیم اکای خال مراد میدونه آوزارن، همه ما شاهدیم که مردم موندو گرفت هیچ که با کفن هیچ دایره ها داره کفن شما نکردن. خدا تنجی امانی را بتا
خدا نکرده موشک نزنه که به قول معروف ما و شما درانو بمبا که چیت و پیچه که دیگه جنازه را دیگه اسپید نکنن. کفن دعا کنیم فقط دو مسجد آمده دعا کنید خدا تنجی امانی تنی سیحت بگم خدایا در سراسر دنیا جنگ خدای تنجی را بچه فرزندان برادران در مهاجرت هم ساق سلامت بیاین. خداوند کریم ای مرگ وفاجو نگه دار. خدایا مرگ به عزت مرگ به آبرو در روی دکان با وصیت و بچه‌رای پدر و مادر خیر خوش کردن نصیب ما بگردان. یا الله یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. عزیزان من اینه بچه‌ش دو درش یکی حق الله داریم یکی حق العبد. الله در من بخشم اینقدر کریمه اگر اکای رحیم یکون سال کوتاهی کرد برای فرض خدا نماز روزا حج زکات کوتاهی کرد سستی کرد تنبلی کرد نتونست ادا کنه انشاءالله توبه کنه خداوند میبخشش. نه که حق العبد حق بنده با بنده را سخت باشه. اگر قرضدار باشه صاحب الدین مغلوم فی الکبر کسی که قرض داره بستگی دستش و پاش در قبر. اگر یکون کسی قرض گرفته باشه معامله کرده باشه یا که این قرض داده باشه شما نگین بیاریم بچه‌هاشون در تحویل کنین اگر قرضدار باشه از خدا بترسید. این الله خبیر بما تعملون. خدا از همه چی خبر داره. این الله علیم بذات الصدور. فرض روز که ما قرض به قرضدار میرسه حقش میگیره. اینجا فهم میگیری بچه‌ش نمیفهمه اجرت که خداوند که عمر میگه که برای در پیش جنت بس همه آدمایی که قرضداری ورد که کدوم ایت قرضدارن ورد قرضدار شده بود. اونجا بعد حساب کتاب میشه همین معنی قرض به قرضدار میرسه همین مونا و فهمیدیم همین بده که همونجا هم میرسه. اینجا نمیتونه. اینجا می نویسن قرض در بالای یخ پای افتاد میمونن او مشتا میره. یا مغازه چی چک مغازه برای میگه مولایی دفترو رو میگه سوزوندون دیگه نیست نکرد دیگه دفترو تو چیز قرض نمیونه. ای خدا متاسف. اگر یکون کسی شما کرده این میاد بچه‌اش با شاهد بیاد قرضدار باشه ان شاء الله بگردن میگیره. خداوند کریم بازم پروردگار سفری میگذاره. خدا خبرش از باب جنت نواد.